در خدمتتون رسید. ان شاءالله روز جمعه همه پای صندوق‌های رای حاضر خواهیم شد. یه حضور گسترده، یه رکورد شکنی. من فکر می‌کنم دفعه قبل 37 میلیون نفر شرکت، فکر کنم بالای 42 میلیون حدس می‌زنم که این بار شرکت کنن. قطعاً هیچ کسی با نبودن و شرکت نکردن به چیزی نمیتونه برسه. همه ما در این مقطع حساس شرکت می‌کنیم در انتخابات و به کاندیدایی که مورد نظرمون هست. پای صندوقای رای دوباره افتخار میکنیم که صدای استاد شجریان در همه دنیا برای ایران افتخار. شاید اگر قرار باشه کسانی در انتخابات شرکت نکنند، یکی از اون کسان مسلما باید من باشم. احساس میکنم باید شرکت کنم. حالا خود موفق باشم. و این بار این شمایید که باید تکرار کنید. دشوار زندگی هرگز برای ما، دشوار زندگی هرگز برای ما، پیرزن مشترک آسان نمی شود. خوشحالم که جزء مردمی هستم که مظلوم هستن ولی باهوشم. مثل هنرمندان ما انسان‌های ساده دلی هستیم ولی تیزهوشیم. من در 35 سال گذشته در انتخابات شرکت ننمودم. امروز در این باور هستم که در 35 سال گذشته نه تنها دستاوردی نداشتم، کسانی بر میهن من حکم راندند که ایران را به باد دادند. از این رو از همه میخواهم در سرنوشت خود کارساز باشند و بهترین گزینه را که سرور دکتر حسن روحانی است برگزینند. این لحاظ من نه از منظر سیاسی بلکه از منظر اخلاقی هم شرکت در انتخابات رو و هم رأی دادن به دکتر روحانی رو وظیفه اخلاقی خودم میدونم. این ایران چرا امنه؟ به خاطر اینکه امنیتشو از حضور مردم گرفته، از مشارکت مردم گرفته، مشارکتی که انشالله یک بار دیگه روز جمعه شاهدش خواهیم بود که این مردم میرن پای صندوق‌های رای و به دنیا نشون میدن که ایران